باورتون میشه یه سیم کارت 25 میلیارد قیمتش باشه؟ سال هاست که با اضافه شدن قابلیت مخاطبین به تلفن ها کسی شماره ها رو حفظ نمیکنه، ولی هنوزم یه عده هستن بعد جوری دنبال خط رند میگردن، حاضرن براش میلیاردی هزینه کنن. الان قیمت خط 912 با توجه به رقمی که باهاش شروع میشه و رند بودنش حداقل از 10 میلیون شروع میشه و تا 2 میلیارد میره بالا. هر چقدر هم رقم اول کد خط کمتر باشه گرونتره. گرونترین کد 1 و ارزونترینش کد 0. اگرم رند باشه که واویلا. مثلا یه شماره‌ای که دیگه دود از سر مردم بلند کرده این خط بود. تو این استا 25 میلیارد آگهی شد، یعنی به اندازه یه لندکروز پولشه. حتی تلفن ثابت هم شامل این قضیه میشه. اگر شما شماره‌تون رند باشه نونتون تو روغنه. حالا شما بگید شماره ها رو حفظ میکنید یا یادداشت؟ ممنونم که همراهمون بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید، فراموش نکنید کانال یوتیوب دنیای دانستنی ها رو ساب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.